سلام و درود خدمت همه شما دوستان نهایت گرامی. می‌امیدوارم که جور صحتمند باشید. در این ویدیو میخوایم برای شما آموزش بدیم که چطور یک فایل PDF را به فایل ورد قابل ویرایش، قابلی که شما بتونید چیز را به آن اضافه کنین و یا حذف بکنین، تبدیل بکنید. در بعضی مواقع میشه که فایل PDF دارین که نیاز داره به یک سری تغییرات و شما باید او را تغییرات بیارین و همچنان که میدونید فایل PDF به خودی قابل ویرایش نیستن و چطور را به فایل ورد قابل ویرایش تبدیل بکنیم. میریم روی آموزش، میریم برنامه ورد را پیدا میکنیم. از اینجا برنامه ورد رو پیدا کردیم. خب برای که فایل خود با یک فایل PDF خود با یک فایل که قابل ویرایش یا ورد باشد تغییر بدیم، میایم قسمت تب ویو و از قسمت ویوز اوتلاین و از اینجا قسمت شو داکیومنت میزنیم که اینجا یک پنجره دیگر باز میشه. قسمت اینسرت میزنیم و میایم اینجا فایل خود انتخاب میکنیم و میرم فایل PDF خود انتخاب میکنیم. زمانی که فایل ما انتخاب شد میایم قسمت اوکی میزنیم. خب اینجا قسمت از کلیک میکنیم، ببینیم به همین راحتی فایل PDF ما به یک فایل ورد قابل ویرایش تبدیل شد. اینجا شما میتونید هر آن تغییرات را که خواسته باشین بیارین. مثلا برای فرض مثال اگر اینجا باشه شما ببینین اینجا ما در این قسمت به این راحتی ما توانستیم یک فایل PDF را به فایل ورد قابل ویرایش تبدیل بکنیم. خب جهت آموزشات بیشتر صفحه ما را سابسکرایب بکنید، ویدیوها را لایک بکنید و برای دوستانتان افرادی که فکر میکنید نیاز دارن ارسال بکنید. تشکر از همراهیتان. الله یار و نگهدارتان باشد.